آرام، حالا از این طرف. Бибнур Магомедов ба шумо тавсия медиҳад, пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кир, баровардани ришу мӯйсар, агар шумо نفس. مسئله پایین که ودعت تو زن و اولادای ما گرفت. دقیقه اونجا بالا نشی. لوده هستی چطور؟ لوده خودت.
کپتان ما به اجازت باید برم. لا حول ولا از همونجا پدر بیا این جنگ مادرم و مادر کلان من خلاص کنین. میگه هنوز خوش میشه که برش زن نو بگیره. تو برو برش زن نو بگی. فاجانه مرا عادت داده. یک تو استی که دعوایی عادت نداشت. من خوب پشه نیستم که با پرواز تیا مادرم هم کده ما میره با موتر میرم loco. برم. طرفت به خاطر سیل میکردم که صمیمیت ما زیاد
عجله شما دو نفر خوب فکرتان رو جمع کنین، متوجه کارخانه باشین. رفت. درست است، تشویش نکن. دایا باز گپ زن. دیگه دختر زیر نظر کردیم، اما دختر جمیله مرجانم میگیره. گلوار تعارض بگیرم که قوارش سیبل جانواره باشه. نه چهرشم مهم نه. حیوان خو این جنس مادر به اونجاست. من برای چی گفته بودم یه یعنی باز فراموش کردی نفس جان؟ چی رو فراموش کردی؟ هنوزم درد میکنه.
مستی ما هیچ وقت از تو نبودیم و نیست. تو از مستی خانم مستی. با شما آشتی کنم باز تو کمیتی خراب میکنی. 24 نمک حرام هستی. زن نمک ناشناس هستی. یک دانه حالا دانه چرا بسته کنم باز چطور پل استانبول بسته کردم. واسیا خوش آمدین آقا مصطفی. خوش آمدین. خوش باشین خانم. وداد اقدر تعریف دریای سرمه میکنن که هیچ پرسان نکنین.
این قسم است. خیلی میبخشین که خبر نداشتم شما میجستید. بسیار ندین؟ میفهمی؟ یک بچه دارم که از تو کده خورده است مقبولکم. من برنده میشم. نه خیلی مادر جون. حساب نمیشه. تو مکمل دور نمیخوردی. آی چول بازی نکن. من برنده شدم. پس میایی. امکان نداره آقا وداد امر کده. حالا تو رام گفته بودم آقا ودتتم. شما خو از اول به کثافت کاری اشادت کرده بودید. میکشن و میفهمین دیگه. یک کشتی کلان میخرین باید مبلغ زیاد بپردازین. امی متن چطور؟ ها چوپانش مستم اما صاحبش بیادرم است. گپ بیادرم است.
که با دیدن قصر عروس میریم. من خب براتان میگم که شما اونا را زیاد منتظر نمانین. ندارم. حالا به خانمم زنگ میزنم، او هم خوشخواد شد. چی گپ؟ خانم نفس لطفا موبایل بتین. تا خود مونده نباشین. اگه زیاد ناراحت شدی پس بهتر است بری به ودت بگویی که ظلم نکنه. ببین این قسم گپ بچه ما دیروز زیاد جگر خون شده بود. گفتم خوب از کت دختر مهمانا سات. نفس. ببین ودت کوشش میکنه که آرام باشه. تو هم دیگه گپ کلان نکن لطفا. عزیزم من خب برات گفته بودم که چندان فکر خوبی نکردی بیادر جان.
نفس. دفع لازم نیست. میگه ترینک میخواین؟ این ترینک دیگه چی است؟ کالاری است که همراهشان یک شراکته کاری را شروع میکنم. لطفاً بفرمایید نان آماده است لطفاً. حالا بریم. بچه‌تون بسیار هوشیار است. امی قسم است. اصلا بسیار دختر ناز است ماشاءالله. آن بده؟ بدین ببینید ما امروز با قصر عروس رفته بودیم. آی یعید اول کالای یی تر شده. با اجازهتون میرم کالاش تبدیل میکنم.
نفس. خیلی چرا دسته گرفته بود. همین دسته گرفته بود. برشان یک پانه میکنم. باز که آمدم بود است. تمام انگشتای تمش کنم. درست؟ حال وقتش رسیده که امضا کنیم.
جان مادر. اما اون نفرای پدر ما را پیدا خود کردن. باز بگی.
بخیر بیاین، اما من زیاد میمان خوش ندارم. تا اونجا خود ناق سرگردان. خیرت باشه آقا طاهر. گذشته وقت در خانه نبودیم دوز آمده بود. نفس بیچارم تنها بود، مجبور شده امرش درگیر شوم. تو خود کردیم درست است. آخر نجات پیدا کردیم جان مادر. موفق شو. نفس جان، درست است، متاسف هستم، کلا گناه از مسئله. نفس نفس
جایی که بودی دست خودم به طاهر نشان داد. مامکل کاش بفهمه که من چقدر دوستش دارم. کاش بفهمه که از او کدام من از جاد رنج میبرم. Söylemeye dilim varmıyor. Kül oldu. هیچی هست. به تو چی دسته میلا کو؟ نه نجیب
نفس نیست. چطور امکان داره آقا؟ وقت دیشب محافظا را داخل خواستم متوجه بودم که عکسم از طول بکس بیار. طاهر باش، من دخترم خود داده پس میم. دستت چی شده؟ شکسته؟ نمیخوایم شما را پس روان کنم. با او به شرفم خبر نمیتم. چطور سرت باور کنم؟ مصطفی بیره که چرا با او دست دادی؟ خوب کردیم. خوش آمده. ما به داد سگار هستم. کجا دیدی که ما طرف او زن سیل کرده باشم؟ دیگه نمیفهمم.
ینگه جان کجا میری؟ آدم خود سلام علیک میکنه تو سلام. فکر کنی؟ فکرم کار نمیکنه. عقلم من کاملا از دست داده. زود طرف شرکت بریم، ما هم میایم. میخوایی چی کنی؟ طاهره در دریای سیاه غرق میکنم. پدر؟ آسمان کنیم. کاک آسمان شکسته بند است. حالا دیگه بیا. بیا دیگه. بیا بچه. باش بوتای
بیشی جان مادر، نترس. آسیا دخترم میگی؟ باید یک بار خودتان ببینی. بریم ببینیم. چطور تحمل خواد کردی؟ به سه طریق قبول میکنم. اگه بخوایم امو چیزا برات میده. نه یک دقیقه صبر بچیم. او تا صبح صبح منتظر باش. اگه پوندگیش خوب نشد پیش دکتر بری. در غیر
از دیشب تا حالا چیز نخوردی. البته که گوش نشدی. حالا بیا یکان چی. خداحافظ پدرجان. خدا گیمه به جز از خودم به دیگه کس ضرر نمیرسانه. بولس یعنی ای دریا را هم تنها از پشت شیشه سل کده میتونیم؟ چرا استاد کدی؟ آب دریا هنوز یاس هیچ وقت بچه‌تان لب دریا نبرده بودین؟
ندیده. دیار ضرور نیست قسم طرفش سیل نکو. در منطقه ما کلگیره به نام تایر دیوانه سر ینگه یگان کالای دیگه بتون. بکن من باید خودم دو جلسه برم. بیا داری را دادن نمیتونن. و مصطفی کالولی زنگ بزن. تهدیدش کن. بگو نفس صحیح و سالم. ادبتی اگنی. اگنی چی؟ چی میکنه ایشان؟ میفهم. خوبیایی که در حقم که دیده. ایچ وقت نفسو نمیتونم آرام باشم. میفهمم. آرام باش.
من بدون نفس زندگی کردن نمیتونم. اگر نفس بمارم ما میم. نوازشش کن. بسیار نازه است. بچه مرا کجا روان کردی؟ کاکا داوود یک آدم خوب است، تشویش نکن.
تو هیچ چیز به گفتن ندارم. ازتون بسیار زیاد تشکر از اینکه متوجه بودین، کمکم کردین و آرام باش. ما سر زنا دست بلند نمی کنم. درست است. خوش شدم. با کدام پیسه میخوای بری؟ کارتم مثل چشمای ما حفاظت میکنیم. هوش کنی، مرا تهدید نکنی. ما تهدید نمی کنم. چیزی که گپ خدا و راستی است ترکان. میخوایم مرجانه را به تایر خواست. اسکاریتم بخورم انشالله. هرچی که قسمت باشه خاله ثانیه. خوشتر اما بیبی هیچ از دانش نبرامد. منظورت از این گپ چیه ثانیه؟ که ایستی. خوش آمدین خاله ثانیه. کجا بخیر؟ خوش باشی پناهگه که کلتان بخیر. سفیدی کردی مای.
او بخو که خوب شوی. حالا برو. متوجه ساعت تو هم باش، فهمیدی؟ چی شده؟ کیا را دعوت کردم؟ ینگه جان متوجه اید باش. شما دو نفرم فکرتان باشه که پیش روی طفل سعی گپ بزنین. مردم چی کار داری آدم؟ بیادر متوجه گپ زدنت باش. زن مردم در خانه آوردی، باز میگه که متوجه گپ زدنت باش. آرام باشین، من از اینجا میرم. صبر کو. کجا میری؟ 2 دقیقه آرام در جایت باش. باید پس پیش شوی خود بره. الا کن. حسن چرا خجالت داری؟ چی گپ است؟ نواری از دست شوهرت فرار بس کردی. است دیگه، بس است دیگه. اونو شوهر من نگو. من خانم و آدم احمق نیستم. میشن تو را غراز نیست. در کل منطقه رشخند و بیابرو میشه. خدا جزای کلتانه به تمام میگم.
اینام خدا دوستانا می باشنی؟ بله، خوشت آمده؟ زیاد خوشم آمد. مادر چرا؟ میمانی چطور؟ درست از زیاد خوشم آمد. چا دختر اصلی. Yıldız ellidir da ellisi da bellidir. Gökte yıldız ellidir da suyu var ne yemi, yuvasında dertle kuşta ne suyu var ne yemi. Güneş doğar meşeden da yar geliyor köşeden rengini. حالا دیگه شماره کل دخترها رو بگی. منتظری چی هستی؟ متوجه باش اگه دانم باز شد ها یکم بیاره کم داشت. تشکر بیاره. اون بکنه. ییت بیا بچیم شاهزادم بیا حالا بیا که بریم بیا. مربوط نمیشه. معشوقش هستی؟ تو چی میگی؟ میکشمت.
پیشتر خو میگفتی حالا ادامه شو بگو. ما براتون بگویم که چی. ما هم همین قسم فکر کرده بودیم باید گپ بزنیم. حالا تو چرا عروسی را قبول نکردی؟ بگو چرا؟ به خاطری که به زور اسلحه برام پیش اگه میخوایی که چند دقیقه آرام باشم برای ما ریگ میارن. بیا رویای دخترانه چی است؟ چی بفهمم؟ مثلا به این فکر که کل چیز خوب میشه. تو دختر هستی.
آرام باش. زنام عقل دارن. چیق نزن. اولاد خوستن. عقلت وای مادر بلیاز خدا یک دقیقه چوب باش. میفهمی بخاطر میشه که میزنه زنی ورم بسازم. ینگه تو ایلاکو لطفا بانک بچه ما گرفته از این بچه تو آرام و راحت در جایت خو کن تا صبح اگه دستت خوب شد باز رفته میتونی. اگه گپ ما گوش کنی. ما باید او احمق چید باشو دروازه رو قفل کو تا ما پس نامدیم هوش کنی نبروی.
برو زنش برش تسلیم کن. تسلیم نمیکنم. بیادر. اگه نه کلوتانا مربی باران میکنه. به عقل چی میکنی؟ نه شما مرا لوده فکر میکنین ها؟ اگر در جانشان دست بزنی از بین میبرمت. بیادر. لوده او آسلا دارن. جوان هستی، خونگرم هستی، نمیفهمی ما را دخم میشونی. تو را میکشم احمق لوده. تو را به زن و اولاد و مردم چی و بیخه. خوبه.
نمیتونیم این قرار پس بریم. نبایدم تسلیم شویم. درست است. حالا ما ورزشکارای فهمیدم که خود ودت از کدام جای خبر شده. والا بسیار مشکل است که بزن و یک گپ بفهمونی. ما برات نگفته بودم که مرکتو بدن. اونا را به ما تسلیم کن. سعیس کاری نمیکنم آرام باشه. نفس. نه خیر، 2 نفر. بیا احمق، بیا ببرشان. گپ بیادر تا گوش کن. طاهر بیادرت
دستافکا به همه شهرهای روسیه در شهر مسکو و سانت پترزبورگ، ofisهای کلان این شرکت قرار دارد.